پنتاگونا امریکی دبیجه امی 10 سالن دن لسوریای بمینن و دبکو بهتر جی. روزنامه پولیتیکوی یا امریکی لسر زار پای بلندکی پنتاگون راگهاند که امریکای لباکور و روجلات سوریای پلانک نوجب شر لدج داعشی دانیه. پولیتیکو در راپورک خود کوپیر اینیه هات بو وشاندن بحث استراتیجی امریکایی یا نو لسوریای دکه کو آرمان جاوی تو نگرنا داعشیه. درباره و مجارده روزنامه پولیتیکوی به پرپرسکی مزن ای پنتاگونی را کو نخواستی ناوی خو اشکره بکه هفدیتن کریه. لگوروی برپرسی پنتاگونی راست داعشی عردوندا کریه لی آنها چاوی وی لوان داعشین دی زندانان دیه کوان سربست بکه و جنوبه بده خواه. جبروی یکیه کو آنها پنتاگون لشوناوانین بری کاراخوا و لیکرنا زندان و گرتی خانه نو ین آسیتر و اولتر دکه. بگوتناوی برپرسی امریکی پروسسا لیکرنا وان زندانان دی بسالان بکوه. داویا راپوری او برپرسی پنتاگونی دزانین هکا دولتان ولاتین خوکشاندن و پلانا میانو بچه هات امی 10 سالن دن آنجی بهتر لسوریای بمینن. هروها بالی دکشین سرگفین داگرکریا ترکیای او دبیجه هکا ترکیا ایریشک پیک بینه افگاوین ما براویتی دبن. پولیتیکو در راپورا خود آماجه بوی یکی جدی که جبو ورگرتنا ریدان و دستکی نقاشین پنتاگونی و کنگرس امریکایی لدارن. لگورته هکا امریکا بجه بینه اف پلانهان دی جبو سقمگیری و اولهی هریمی بکیراتی به یا نا نیرینا خواه بمرا پارو بکه.